رونترین کد ملی ایران 10-1 که الان کنار من نشستن، ولی رونترین کد ملی ایران بودن مسائلی داره به شرح زیر که من نوشتم که یادم نره. یارانه و کالابرگشون هر چند وقت یک بار قطع میشه، بعد مراجعه میکنن میبینن که کلا یارانهشون یکی دیگه گرفته، یه جایی تو پلیس به علاوه به نام یکی دیگه ثبت شده و ایشون رفتن زیر مجموعه یکی دیگه. گواهی نامه‌شون ضبط شده توسط پلیس و بهشون گفتن شما 80 نمره منفی داری که تهش معلوم شده به خاطر کد ملیشونه. حسابای بانکیشون چندین بار مسدود شده و مسدودی‌های حتی از طریق قوه قضاییه روی در واقع حسابشون خورده که تهش معلوم شده به خاطر کد ملی. دریافت وام نتونستن چند سالی داشته باشن، حتی وام کرونا رو که مبلغش 1 میلیون بود نتونستن برای خانواده‌شون بگیرن. آقای سلمانیان سلام. سلام علیکم. وقتتون بخیر باشه. ممنونم. سلامت باشی. خودتون رو معرفی کنید لطفاً. عبدالرضا سلمانیان قحطریجانی، رونترین کد ملی کشور 10-1. 10-1. آقای سلمانیان، رونترین کد ملی کشور بودن چه حسی داره؟ خیلی لذت بخشه؟ با مشکلات خیلی زیادی مواجه هستی. چرا؟ تو همه سازمان‌ها، ادارجات‌ها، تو همه ارگان‌ها قبل از که خودت بتونی بری وارد بشی، قبلا یا وارد شده از کد ملی استفاده کردن یا از که میری وارد چی هست شما هست نیستی، از صحیح نمیباشه، کد ملی هست نیست، از معتبر نیست. یعنی اینجوری که من متوجه شدم توی سامانه‌های مختلف کشور، هم از دیگه بانک و همه جا وقتی میخوان یه چیز پیش‌فرضی بزنن، حالا سامانه امتحان بشه یا همچین چیزی، احتمالاً مشکل از اینجاست. 10-1 میزنن و بعد شما بعدش مراجعه میکنید ببینید که یکی قبلا استفاده کرده. خب این برای شما ضرر مالی هم داشته؟ یعنی مثلا یارانه میگیرین الان مشکل نداریم با یارانه؟ ما یارانه تا چند مرتبه تا یارانه قطع شده. چرا؟ یه دفعه پلیس به علاوه در فلاورج ما رو برده زیر مجموعه خودش، یارانه ما رو 4 ماه میگیره. یعنی یه نفر رفته پلیس به علاوه 10 پلیس به علاوه 10 رفته مراجعه کرده، پلیس به علاوه 10 ما رو برده زیر مجموعه اون فرد یارانه ما رو میسه. یه نفر مراجعه کرده به پلیس به علاوه 10 و حالا شاید می‌خواسته یارانه یکی دیگه رو با یارانه خودش یکی کنه، شما رو 10-1 رو زدن و ما رو برده زیر مجموعه خودش. عجب. کل خانواده‌تون 4 نفرین درسته؟ 4 نفر. دوباره بعدش که یارانه اضافه شد نفری 300 تومان شد، دوباره پلیس به علاوه 10 مشهد همون روز اول هنچ که اضافه کردن برج اول که می‌خواستن به ما بدن، همون برج اول 3 ما رو برده زیر مجموعه یه نفر به نام آقای سلامی، پلیس به علاوه 10 مشهد. کدوم پلیس به علاوه 10؟ نزدیکترین پلیس به علاوه 10 حرم امام رضا میدان سعدی. ای بابا. ما رو برده زیر مجموعه خودش پلیس به علاوه 10 و 3 ماه یارانه ما رو میگیره. بعد از اون دوباره اونجا رو دوباره درست کردیم، بلاوجنا اول با درست کردیم، بعدم اونجا پلیس به علاوه در مشهد رو درست کردیم، بعد مشهد که درست کردیم یه ما بعدش دوباره یارانمون به حسابمون، بعد دوباره برج بعدی دوباره پلیس به علاوه دایی خرم‌آباد ما رو بوزی مجموعه خودش. ای بابا. یارانه ما رو به حسابی یه آقای دوباره تو خرم‌آباد ریخته بود. ای بابا. تا اومدن درست کننده اینا دوباره 2 ماه دوباره طول کشید. بعد الان من یه پیامک دیدم از واریز یارانه ایشون 16,000 تومان اومده به کارتشون، یعنی به جای 1 میلیون و خوردهش 16,000 تومان اومده. چرا؟ دلیلش چی بوده؟ ما امروز 21 21/4 امروز صبح برای ما پیامک ما 16,000 تومان. ما زنگ زدیم ایورا ور نتونستیم، گفتن که باید بزنید کاربر رفاه اجتماعی، زنگ زدیم 63 69 021 63 69 جوابگو. ما نیم ساعت پشت خط معطل شدیم تا ما رو وصل کرد به اپراتور. همچنین که وصل کرد به اپراتور گفت که آقا نه شما رفتین توی فروشگاه چیز گرفتین. گفتم آخه من که کارتم دست خودی حساب همه مدارکم پهلو خود می، آخه من چرا رفتم فروشگاه از اصفهان من چرا پرواز کنم یه دقیقه وقت بیام تهران تو چند ساعت وقت برگردم اونجا جنسمو بگیرم از فروشگاه لبخند تو تهران شما جنس گرفتید. از یارانه با این کالا برکا شده بود. صبح اولی وقت کی بیده که پشت این در این فروشگاه نشسته بوده رفته جد تو فروشگاه جنس گرفته سا مده بیرون. عجب. یعنی بله یارانه ما به حساب این آقا ریخته شده. عجب. از نیروهای مسلح هست، از بانکی سپه. عجب.
حالا ما میتونیم بریم به کی مشکلمون بگم زنگ زدم تهرانی ور رفتم بانک ملت میگه به حساب شما همین 16000 تومان اومده یارانه باقیش از نرفته به حساب شما اصلا اونجا هدفمندی مستقیما رفته به حساب اون فروشگاه. یعنی افرادی در طول زمانهای مختلف رفتن حالا یا کالابرگ الکترونیکی یا یارانه به نام آقای سلمانیان گرفتن، ایشون هم هیچ سرش بیکلا مونده سر اینکه رندترین کد ملی ایرانه. و پس فکر نکنید که رندترین کد ملی داشتن 10 تا 1 خیلی فانتزیه، مصیبت‌های خیلی زیادی داره که حالا در ادامه میشنوید. خب بعد زنگ زدم هدفمندی تهران تو یکی تا ساعتی 2 تا نشستم زنگ زدم تا جواب داده. هیچ که جواب ده یه خنده‌ای به ما کرد گفت آقای سلمان دوباره اشتباه شده، دوباره کد ملی ما دوباره اشتباه کردیم، حالا درستش میکنم. گفتم ده این حالا رفت تی فروشگاه گفتی این دعوه این برجی دونم هیچ چیز سوخته شده، این برجی دونم دیگه رفت به حسابش، اگه بشه برجی بعدی براتون درست کنم. ای بابا اونجوری که به من گفتن قبلش ما یه صحبت خصوصی خیلی کوتاهی داشتیم، فقط به همینجا ختم نمیشه. ظاهرا چند وقت پیش پلیس جلویشون رو میگیره، حالا چند وقت پیش میگن خودشون، و توی در واقع یه جایی فکر کنم اصفهان جلوشون میگیرن، بزرگراه نطنز اصفهان جلوشون رو میگیرن و میگن که 80 نمره منفی دارین. بفهمید چی بوده قضیه؟ ما تو تابستون بود پارسال، البته امسال نه پارسال بود تابستون هوا گرمی ها رفتیم نطنز با ماشین برادرم بودم، برکا میگشتیم پلیس به علاوه در تو پلیس رو تو بزرگراهی نطنز به اصفهان ما رو گرفت، کارت گواهینامه‌مون خواست، گواهینامه رو دادیم، گفت کارت ملی دو بده، گفتم کارت ملیمون بس، کارت ملیمون رو نگاه کرد گفت که شما 8 زدتین سامانش گفت 80 نمره منفی داری، شما این کارت رو نمیشه. گفتم اون به خاطر کد ملیمه. گفت که خب باشه، تماس گرفت از و با موبایل زنگ زد و هرچی که زنگ زد گفت آره همطور از همه استانه برای این نمره منفی میاد بهش بده تا بره، ولی 2 ساعت برای پلیس معطل کرد. درسته دوستان، خیلی شاید برای ما خنده‌دار باشه که و خیلی جالب باشه که 10 تا 1 باشی، اینقدر رند باشی. مطمئنا اگر کد ملی قابل مزایده یا فروش بود فکر می‌کنم کسانی باشن تو کشور که چند 10 میلیارد حتی نمیدونم چند میلیارد حاضرن بابت این کد ملی پول بدن. حالا من یه پیشنهادی دارم که در ادامه عرض می‌کنم.